فکرشو بکن یه شب بخوابی و صبح ببینی اونقدر ثروت دستت اومده که هیچ کس تو دنیا حتی نمیتونه تصورشو بکنه. این یه داستان تخیلی نیست، این داستان واقعی نادرشاه افشاره، مردی که با یه لشکرکشی تونست دستشو روی ثروت یه دنیا بذاره. حالا بریم به اوایل قرن 12 هجری قمری. ایران پر از آشوب بود. شرورا و دزدا هر کجا حاکم بودن. اما نادرشاه از خراسان بلند شد. آروم آروم قدرت گرفت. باهوش بود، با اراده بود و کم کم تونست شاه ایران بشه. حدود 300 سال پیش نادر با یه ارتش بزرگ حرکت کرد سمت هند. هدفش چی بود؟ برترین گنج دنیا یعنی دهلی. تو نبرد کارنال نادر باهوش و تاکتیک‌های جنگیش امپراتوری مغول رو شکست داد و بعد وارد دهلی شد. مردم اول فکر میکردن شاید نادر میخواد فقط مالیات بگیره و برگرده، اما این تازه اول کار بود. نادرشاه با خودش گفت این همه گنج و جواهر اینجا باشه و من دست خالی برگردم؟ مگه میشه؟ همه چی رو جمع کرد. تخت طاووس، الماس کوه‌نور، درهای کمیاب، طلاها، جواهرات شاهانه، همه‌شو بار زد و آورد ایران. میگن ارزش اون گنج‌ها از اقتصاد خیلی از کشورهای دنیا بیشتر بود. یعنی چی؟ یعنی نادر توی یه شب شد ثروتمندترین مرد دنیا. واقعا یه شب پولدار شدن یعنی. اما همیشه داستانا خوب تموم نمیشن. نادرشاه بعد از این همه ثروت کم کم شکاک شد، به همه بدبین شد، فکر میکرد همه دشمنشن و در نهایت توسط نزدیکترین آدمای خودش توی خوابگاهش کشته شد. همه چی توی لحظه تموم شد. یه امپراتور با اون همه ثروت اما تنها. حالا بیا تصور کن اگه نادرشاه امروز زنده بود با اون ثروت چی کار میکرد؟ تو چی فکر میکنی؟ نظرتو تو کامنت ها واسم بنویس و اگه دوست داری داستانای جالب دیگه ای مثل اینو بشنوی حتما لایک کن، سابسکرایب هم یادت نره، منتظر داستانای بعدی باش.